سلام، شب و روز شما به خیر باشه انشاءالله. طاعات و عباداتتون هم قبول. ساعت 21 به وقت تهران است. در خدمتتون هستیم با بخشی از اخبار. راهپیمایی سراسری حمایت از اقدام متقابل ایران در خصوص برجام در این برگزار شد. در این راهپیمایی که پس از اقامه نماز جمعه سراسر کشور برگزار شد، قشرهای مختلف مردم حمایت خود را از بیانیه شورای امنیت ملی و اقدام دولت درباره برجام اعلام کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی از حضور حماسی و پرشور مردم سلحشور ایران در راهپیمایی حمایت از اقدام متقابل ایران در خصوص برجام قدردانی کرد. شعار مجلس ما مرگ بر آمریکا. به نظر من کار درستی رو کردم. با توجه به این بدعهدی‌هایی که انجام میشه بهترین کار، بهترین اقدام رو انجام دادم. پیامبر به ما این درس‌ها رو دادن که ما تحمل کنیم، هرچند که فشار تحریم‌ها زیاد بشه ما دست از انقلاب و رهبر بر نمی‌داریم به هیچ وجه. سال است که داریم مقابله باش میکنیم و هر کاری این کار میکنه مردم انشاءالله استوارتر و مقاومتر خواهند شد انشاءالله به یاری خدا. هیهات من نزل هذا نداء الحسين. نحن عشائر خوزستان اليوم مجتمعين ضد الاستكبار العالمي وضد أمريكا وضد الصهيونية، وإحنا نقول مرق بر أمريكا، مرق بر إسرائيل، مرق بر آل سعود. مرق بر أمريكا، مرق بر إسرائيل. برچم را پاره کرد ما آتشش می‌زنیم. استکبار هیچی جز مشت نمیفهمه، هیچی جز مشت، و ما باید مقاومت بکنیم. اروپایی‌ها همدست آمریکان، این مشخصه. این خیال خامه که آدم باور کنه که اینها خیر ما رو میخوانه. ما استقبال میکنیم، بسیار به جا کاری به جایی کردم. حق هسته‌ای ملت ایران است. ملت ایران حق هسته‌ای خودشون دارن، نه آمریکا باید دخالت کنه. ملت ایران بود که این قطعنامه رو شورای امنیت ملی صادر بکنه و ما بایستی محکم پشت این وایستیم که انشالله به حق قانونی ملت برسیم. 40 سال با ما مبارزه میکنه، روز به روز ذلیل‌تر و خوارتر میشه انشالله. ما تو این 40 ساله پیروز انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که هر وقت از موضع انفعال خارج شدیم و از موضع اقتدار وارد شدیم، دشمنای ما عقب نشینی کردن. دست خدا با ملت حقیر به ولایت، دست خدا با ملت مرگ بر اسرائیل.
آمریکا دست و پای آخر رو داره میزنه. حضرت آقا فرمودن که کفر در حال نابودیه. بخش مهمی از خطبه‌های نماز جمعه سراسر کشور به موضوع اقدام متقابل ایران در برابر دشمنی‌های آمریکا و بی‌تفاوتی اروپا اختصاص داشت. خطیبان جمعه با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی تصمیم دولت در این خصوص را مناسب و بجا دانسته و از آن حمایت کردند. در تهران خطیب جمعه با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره کاهش تعهدات برجام گفت شورای امنیت و جامعه جهانی و اروپایی ها در معرض آزمونی بزرگ هستند. حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود اقدام صورت گرفته ایران درباره برجام کاملا حقوقی و قانونی و بر اساس بندهای 26 و 36 برجام است. امام جمعه موقت تهران با حمایت از این اقدام دولت گفت گام برداشته شده یک گام انقلابی برای تقویت عزت و اعتبار ایران اسلامی بود و امیدواریم از این دستگام ها باز هم برداشته شود. ما از این اقدام مناسب و انقلابی حمایت میکنیم، تشکر میکنیم، یقین داریم گشایش های فراوانی رو در پی خواهد داشت. سازمان ملل، جامعه جهانی، اتحادیه اروپا مخصوصاً در معرض یک امتحان بزرگ هستند. واکنش‌های اخیر اونها نامتعارفه به یک اقدام کاملا قانونی و حقوقی، اون هم با تأخیر، با حوصله ورزی فراوان. اینجور واکنش‌های عصبی از طرف دولت‌های اروپایی، آمریکا که تکلیفش معلومه، این عصبانیت‌ها و برخوردهای اولیه نشان دهنده صحت اقدامه. معلوم میشه کار بسیار درستی انجام شده و باید این راه به لطف الهی ادامه پیدا کنه. خطیب جمعه تهران در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی جامعه گفت مردم ما حاضرند هزینه عزت خود را پرداخت کنند و تعارف هم ندارند. در مقابل فشار اقتصادی هم مقاومت کرده و می‌کنند، اما مسئولین هم باید تلاش کنند وضعیت عمومی به شرایط مناسبی بازگردد. فلسطینیان ساکن غزه در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان با برپایی 58مین تظاهرات جمعه بازگشت بر حقوق خود پافشاری کردند. نظامیان اشغالگر صهیونیست با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی تظاهر کنندگان در البریج را هدف قرار دادند. 1 نفر شهید و دست کم 30 فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیستی زخمی شدند. در جریان این تظاهرات‌ها تاکنون 304 نفر کشته و بسیاری زخمی شده‌اند. رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی هم با تشدید تدابیر امنیتی از ورود هزاران نمازگزار فلسطینی به مسجد الاقصی ممانعت کرد. در سرزمین‌های اشغالی 1948 هم ساکنان فلسطینی در آستانه روز نکبت با برپایی تظاهرات بر حق بازگشت به زمین‌های خود تأکید کردند. افزایش تعرفه بر کالاهای چینی، مسائل تایوان و دیگر تنش‌ها در منطقه شرق آسیا سبب افزایش تنش در روابط چین و آمریکا شده است. افزایش تعرفه 25% بر کالاهای چینی، همکاری‌های نظامی و نظامی آمریکا با تایوان و تنش‌های دریای جنوبی اختلافات چین و آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش گفت از روز جمعه کالاهای چینی به ارزش 200 میلیارد دلار مشمول تعرفه 25% خواهند شد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز در واکنش به این اقدام ترامپ تاکید کرد پکن با افزایش نرخ عوارض گمرکی کالاهای چینی از سوی آمریکا شدیداً مخالف است. از طریق اقدامات یکجانبه نمیتوان مسائل را حل کرد. در عین حال چین خود را کاملا برای اتفاقات آتی آماده کرده و برای دفاع از منافع و حقوق مشروع خود نیز از عزم راسخ برخوردار است. همچنین رسانه‌های چین روز جمعه نوشتند چین برای هر سناریویی آماده است. اگر آمریکا می‌خواهد به عقب برگردد و جنگ تجاری را دامن بزند، چین هم هراسی ندارد و تا آخر ایستاده است. ما برای هر اقدامی آماده باش هستیم. ما نمی‌ترسیم و عقب نشینی نمی‌کنیم. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین لایحه تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی کنگره آمریکا با تایوان را
محکوم و به شدت از آن انتقاد کرد. چین با این لایحه که هدف آن تقویت توانایی‌های نظامی و دفاعی تایوان است مخالف است و آن را مداخله گستاخانه از سوی آمریکا می‌داند. یک کارشناس آکادمی چین افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با تایوان را یک خطر جدی برای صلح و ثبات منطقه دانست و نسبت به رویارویی چین و آمریکا هشدار داد. مسئله تایوان برای چین قابل چانه‌زنی نیست. استمرار این راهبرد ضربه‌ای جبران ناپذیر به روابط دو کشور وارد خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با هشداری شدیداللحن به آمریکا گفت واشنگتن باید با مسئله تایوان که حساس‌ترین مسئله چین است به درستی برخورد کند و باعث بی‌ثباتی و به خطر افتادن صلح در منطقه نگردد. محمد رضا خالقوردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن. 22 به وقت تهران، بخشی دیگر از اخبار.